دل نیت داشته باشین براتون ورق بریزم. فروردین ماه نیت کن عزیز دلم، چون جا نیست من اینجا میذارم که دوربین بتونه بگیره. عزیز دلم حتما سنگینی داری، دعا، جادو، طلسم از سه طرف یک خانومی. سعی کن حتما با شمترابی قبل از سال جدید اینو رفع کنی. فروردین ماهی و اردیبهشت ماهی. الان اردیبهشت ماهی از طرف یک آقای خوشحالی داری. اگر تو مسائل احساسی نیت کردی اوکی، 100% به شما داده. خرداد ماهی، چقدر ناراحتی، چقدر استرس داری. یک آقای از نظر روحی روانی اذیتت کرده و اعصابتو به هم ریخته. میگه که این آقا با پشیمونی برگشت داری. تیر ماهی، نیت کن. دوستان کامنت بذارین، حمایت کنین. تو این شرایط شما به من انرژی میدین که من بتونم فال بزنم. میدونم هممون حالمون بده، ولی سعی میکنیم یه روزایی حال همدیگه رو خوب کنیم. شما هم لطف کنین کامنت بذارید ماه تولدتون و اصلا نیتی دارین بذارید. همه چی پول نیست عزیزان. یه موقع‌هایی آدم دوست داره به دیگری عشق بورزه، دوست داره به دیگری محبت کنه، دوست داره مشکلش رو حل کنه. پس لطف کنید شما هم حمایت کنین عزیزم. تیر ماهی رو میگفتم. تیر ماهی روی یک مسئله مالی بسیار نگرانی داری. میگه نگران نباش، تو تا 6 وعده دیگه این نگرانیت حل میشه. مرداد ماهی عزیزم، نیت داشته باش. مرداد ماهی قشنگم، اگر در شرف طلاقی متاسفانه طلاق اتفاق میفته. اگر در شرف این هستی که یه کاری انجام بدی، میگه فعلا صبر کن تا 2 وعده دیگه. اگر در این شرف این هستی که یک آقایی قراره ببینی ارتباطش باهات چجوری میشه، میگه کات میشه. نیت داشته باشین عزیزم. اسلایت بعدی هم ببین.